سلام دوستان عزیز من، به پادکست نقد قول خوش اومدید. اپیزود 24 رو ضبط میکنیم با موضوع ولکایریا. توی این اپیزود قصد داریم که اساطیر نورس رو ادامه بدیم و یکی از مهمترین المان‌های این افسانه جنگاوری هاست. به هر حال وایکینگ ها و افراد شمال اروپا اساطیر نورس رو خلق کردن و افراد جنگجو و خونریزی بودن. برای این افراد شجاعت خیلی مهم بود و اینکه توی جنگ افراد کشته بشن یکی از شروط این بود که توی والهالا با اودین و دیگر خدایان در یک جشن ابدی شرکت کنند و همین انگیزه میشد برای اینها که تا پای جان بجنگن و وحشیگری کنند و غارت کنند. البته همشون همینطور نبودن، یعنی خیلی از وایکینگ ها تمدن‌های بزرگی هم شکل دادن، ولی در کل با این انگیزه به میدان نبرد می رفتند و این شد که سلحشورای وایکینگ جزو ترسناک ترین سلحشورا می شدن. اما از بحث اصلی دور نشیم، ما می خواهیم راجع به ولکایریا صحبت کنیم. ولکایریا دسته‌ای از زنان جنگجو بودند که سوار بر اسب‌های پرنده به میدان‌های نبرد می‌رفتند. این دسته از جنگجوها تحت فرمان اودین بودند، ولی به نوعی رئیس اصلی اونها، یعنی خدایی که به اونها ارتباط داده شده، فریا هستش. در برخی از کتب گفته شده که خود فریا یک ولکایری بوده. در لغت ولکایری به معنای کسانی هستند که مردگان رو انتخاب می‌کنند یا فیلتر میکنن، گلچین میکنن و وظیفه اصلی این جنگاورا نبرد نبوده. وظیفه اصلیشون این بوده که به میدان نبرد برن و اون جنگاوران کشته شده ای که با شجاعت و شرافت جنگیدن و لیاقت والهالا رو دارن رو انتخاب کنن و به بهشت ببرن. اونا بودند که داوری میکردند که کدوم یکی از این افراد لیاقت والهالا رو داشتند. به خاطر همین وایکینگ ها باور داشتن تنها کشته شدن توی میدان نبرد کافی نیست. اونها باید با شجاعت تمام بجنگن تا ولکایریا رو تحت تأثیر قرار بدن. در برخی کتب نوشته شده که علاوه بر این ولکایریا تصمیم می گرفتند که کدام جناح از جنگ قراره که برنده بشه، یعنی اینکه یک نبرد به پیروزی برسه به دست انسان ها نبوده و این رو ولکایریا تصمیم گیری میکردن بر اساس اینکه صرفاً کدوم یکی از جناح ها بسیار شجاعتر بوده. وقتی که ولکایریا بر فراز یک سلحشور مرده میرفتند، روح اون رو با خودشون به بهشت میبردن و نصف روح اونها رو به والهالا میبردند و نصفه دیگر رو به هلا. دلیل این بوده که نباید منطق دنیای مردگان به هم میریخت، یعنی اگر یک نفر سلحشور خوبی بوده به هر حال تعلق به دنیای مردگان هلا داشته، اما خب نصفه دیگه روح اون باید توی جشن ابدی شرکت میکرده که لیاقتشو داره. اما خارج از دنیای انسان‌ها ولکایریا سلحشورای خود اودین هم بودند، یعنی وقتی که اودین به جنگ میرفت یا وقتی به شکار میرفت، سربازهای اصلی اودین علاوه بر خدایان ولکایریا بودند. در شرایط غیر جنگی ولکایری‌ها حکم مستخدم داشتند. اونها در زمان صلح در جشن والهالا به کشته های جنگی و خدایان خدمت می کردند و در مهمانی آنها شرکت می کردند. یکی از چیزایی که به طور قطع مشخص نیست اینه که ولکایری ها از کجا اومدند. در برخی از افسانه ها ذکر شده که از اونجایی که اودین پدر همه چیز بوده و به نوعی لقب آلفادر داشته، پدر ولکایری ها هم بوده و ولکایری ها به نوعی دختران اون و مخصوصاً دختران فریا بودند و از اونجایی که مادر تمام آنها فریا بوده، فریا الهه ولکایریا محسوب می شده و اولین ولکایری شناخته شده.
اما افسانه های دیگر میگویند که ولکایری ها شاه دختران میگویند که ولکایری ها شاه دخت هایی بودند که در زمان خودشون به نوعی خلوص دل نشون دادند و شجاعت نشون دادند و ویژگی هایی رو داشتند که دیگر دختران زمینی نداشتند و زمانی که اونها میمردند مانند همانطور که مردان جنگی که شجاع بودند میرفتند به والهالا، پاداش اونها هم این بوده که به ولکایری تبدیل میشدند. در اپیزود ما قسمت دوم توضیحات بهتریه، چرا که در ادامه قصد داریم که 4 تا از معروف ترین ولکایری ها رو معرفی کنیم و در عین این 4 تا ولکایری ها در ابتدا انسان های دنیوی یا از میدگارد بودن. البته ممکنه که این حالت دوم بعدها به اساطیر اضافه شده باشه، چرا که غالباً ولکایری هایی که به حالت شاه دخت بودند به این صورت اضافه شدند که به شاخ و برگ داده بشه به افسانه های معروف کشورهای اروپایی. یعنی شاید در ابتدا و در اصالت در اساطیر نورس ولکایری ها دختران اودین بودند، ولی بعدها اساطیر به فرض زیگفرید یا زیگموند که شکل میگیره برای اینکه شاخ و برگ داده بشه به این افسانه ها، شاه دخت های کاراکترهای اصلی این داستان ها رو به عنوان ولکایری معرفی کردند و بعدها این وارد میشه به اساطیر و به این صورت میشه که مردم باور میکنند که ولکایری ها در ابتدا دختران میدگارد بودند و بعدها به ولکایری تبدیل میشن. حال که صحبت از زیگموند کردیم، خوبه که از اولین ولکایریمون شروع کنیم که مربوط به داستان سیگموند. این افسانه رو در اپیزودهای بعدی به کرات توضیح خواهیم داد، ولی در این اپیزود صرفاً اشاره میکنیم که یکی از مهمترین حماسه های کشورهای اروپای مرکزی بوده. زیگموند یک فرزند داشته به اسم هلگی که یک قهرمان خیلی معروف بوده. هلگی یک شخصیت جنگاور و شجاع داشته و بسیار ماجراجو بوده و در اکثر زندگی خودش در حال ماجراجویی و یا لشکرکشی بوده. در یکی از این لشکرکشی ها در سر راه خودش یکی از شاهزاده های بسیار زیبای زمان خودش رو میبینه. نام این شاه دخت زیگرون بوده و این دو در نگاه اول عاشق هم میشن و وقتی که با هم صحبت میکنن زیگرون به اون میگه که متاسفانه پدر اون قولش رو به یک شاهزاده دیگر داده. هلگی که به نوعی سرش برای جنگ درد میکرده و یک انسان ماجراجو و بیباک بوده، به سمت سرزمین سیگرون لشکرکشی میکنه تا هر کسی رو که جلوی رابطه این دو میستد رو نابود کنه. اون تمام مردم و تمام سربازان کشور رو به همراه تمام خانواده سیگرون رو میکشه به جز برادرش که به نوعی دگ نام داشته. از اونجایی که دگ میبینه که از پس هلگی بر نمیاد تسلیم میشه و با ازدواج این دو موافقت میکنه و سالها در صلح و آرامش کنار آنها زندگی میکنه. اما پس از مدتی دگ حس بی‌شرافتی بهش دست میده. یعنی شرافت وایکینگ ها این بوده که خون رو در قبال خون طلب کنن و هلگی پدر و خانواده اون رو کشته بوده. به همین علت به درگاه اودین دعا میکنه و پیشکشی هایی رو اهدا میکنه و از اون طلب یاری میکنه. در جواب اودین به دگ یک نیزه میده و دگ اون نیزه رو سمت هلگی پرتاب میکنه و هلگی در جا میمیره. از اونجا که هلگی یک انسان بسیار شجاع و بیباک بوده به والهالا میره و پس از زندگی توی والهالا به عنوان یک قهرمان دوباره به زندگی برخواهد کرد و سیگرون از اون طرف از غم در مدت کوتاهی پس از اون میمیره و
اون همچون یک زن بسیار پاک و معصوم بوده و اون هم شجاع بوده به عنوان یک ولکایری به زندگی برمیگرده. در افسانه بعدی که میخوایم از ولکایریا بگیم راجع به برونهیلده. این افسانه هم احتمالاً در دوران اولی وجود داشته و بعدها به عنوان شاخ و برگ به افسانه بسیار معروف و زیبای زیگفرید اضافه شده. یکی از قابلیت‌های ولکایریا این بوده که اونها میتونستن به قو تبدیل بشن و در زمانی که دوران جنگ نبوده و در میدگارد قرار داشتند اونها یک لباس از جنس پر قو داشتند که با پوشیدن اون میتونستن به قو تبدیل بشن و هر از گاهی این لباس رو برای حمام کردن از تنشون خارج میکردند و انسانهای فانی مخصوصا شاهزاده ها این لباس رو میدزدیدند تا ولکایریا همیشه در فرم انسانی باقی بمونن تا بتونن با اونها ازدواج کنن. اما برونهیلد شاه دخت یکی از بزرگترین پادشاه های زمانه بوده و انقدر ویژگی های خوبی داشته که اودین اون رو نشان میکنه که به یک ولکایری تبدیل بشه. و یک روز که برونهیلد لباس پر قوی خودش رو در میاره، آگنار اون رو میدزده و در نتیجه پس از سالیان این دو با هم ازدواج میکنن و برونهیلد به اون قسم وفاداری میخوره. و پس از چند سال آگنار به جنگ با یک شاه از گاتها میره. این پادشاه اسمش یالکنر بوده و نشان کرده اودین بوده و اودین بسیار اون رو دوست داشته. خلاصه این نبرد مثل یک شطرنج میشه بین دو نفر که میتونستن اون رو طوری پیش ببرند که طرف خودشون برنده بشه. و علیرغم تمام هشدارها و امر و نهی‌های اودین، برونهیلد که به عنوان یک ولکایری میتونسته سرنوشت جنگ رو انتخاب کنه تصمیم میگیره که آگنار برنده بشه. و پس از این برونهیلد به عنوان تنها ولکایری که از اودین سرپیچی میکنه معروف میشه. اودین بسیار از این اتفاق خشمگین میشه و تصمیم میگیره که این ولکایری رو به شدت تنبیه کنه. اون برونهیلد رو از آگنار میگیره و در یک قلعه که با دیواری از آتیش محاصره شده حبس میکنه و در اونجا برونهیلد با زره خودش تا ابد زندانی میشه. از این قلعه یک اژدهای بسیار ترسناک افسانه‌ای به اسم ففنیر محافظت میکنه. اینجاست که افسانه برونهیلد با افسانه زیگفرید قاطی میشه. در این افسانه که در اپیزودهای بعدی توضیح خواهیم داد، زیگفرید به عنوان یک قهرمان بسیار حماسه‌ای به جنگ با ففنیر میره و اون رو میکشه. بعد زیگفرید بر روی تپه‌ای که در نزدیکی ففنیر وجود داشته متوجه این قلعه میشه و به اونجا میره و اون با مشاهده برونهیلد تصمیم میگیره که اون رو آزاد کنه. به همین علت با جدا کردن زره این ولکایری از بدن اون باعث میشه که برونهیلد از بیهوشی در بیاد و اون رو نجات میده. بعدها زیگفرید تصمیم میگیره که از برونهیلد برای یک نفر به اسم گونار خواستگاری کنه. برونهیلد که تحت تاثیر آزادی خودش توسط زیگفرید قرار گرفته بود، این شرط رو میذاره که تنها همسر کسی میشه که بتونه از دیوار آتش عبور کنه. با وجود تلاش های زیادی که میکنه گونار موفق نمیشه و به همین علت زیگفرید تصمیم میگیره که تغییر چهره بده و در نتیجه اون خودش رو شبیه گونار و گونار رو شبیه خودش میکنه و از زیگفرید با چهره گونار یک بار دیگر از آتش عبور میکنه و اون موقع برونهیلد تصمیم میگیره که همسر زیگفرید بشه. در شب عروسی زیگفرید با چهره گونار یک شمشیر میان خودش و برونهیلد قرار میده و صبح اون روز چهره خودش رو برمیگردونه و چهره گونار رو هم همینطور.
و برونهیلد و گونار به مدت طولانی با هم زندگی میکنن. این آرامش تا وقتی ادامه پیدا میکنه که گودرون و برونهیلد به یک رودخانه میرن تا اونجا موهای خودشون رو بشورن. گودرون همسر زیگفرید بوده و اون بالاتر از برونهیلد وای میسته و اینجاست که یک مجادله سخت میان این دوتا رخ میده. برونهیلد قول میزنه که از اونجایی که اون یک ورکاریه و همسرش بسیار از زیگفرید دلیرتره، نباید آبی که از میان موهای گودرون میگذره به موهای اون بخوره و باید جابجا بشن. بعد از اون طرف گودرون هم مشاجره میکنه که همسرش زیگفرید از همسر برونهیلد بسیار دلیرتره، چرا که اون ففنیر رو کشته و برونهیلد میاد دلیل بیاره که تنها همسر اون تونستش از دیوار آتش راحت عبور کنه و اونجاست که راز زیگفرید برملا میشه و گودرون برای اینکه کم نیاره میگه که اون زیگفرید بوده که تغییر چهره داده تا بتونن برونهیلد رو گول بزنند که اون راضی بشه که با گونار ازدواج کنه. این بسیار برونهیلد رو عصبانی میکنه و اون نفرین میکنه زیگفرید رو و وقتی به خونه رسید گونار رو متقاعد میکنه که زیگفرید رو بکشه و همین اتفاق رخ میده و پس از مرگ زیگفرید برونهیلد هم خودکشی میکنه. برونهیلد یکی از معروف ترین و محبوب ترین کاراکترهای اساطیر اروپاست و به نوعی میشه گفتش که با قطعیت معروف ترین و محبوب ترین ولکایری بوده. چیزی که جالبه اینه که افسانه مشابه اون رو که یک قهرمان یک شاه دخت رو از یک اژدها نجات میده رو به کرات دیدیم و یکی از جدیدترینش هم انیمیشن شرک بوده. در آخر هیلد رو معرفی میکنیم که یکی از معروف ترین ولکایریا بوده. هیلد فرزند هوگنی بوده و یک شاه دخت بوده. زمانی که یک روز هوگنی از قصر خودش خارج میشه، هوین که یک شاهزاده بوده هیلد رو میدزده و در نتیجه وقتی که هوگنی برمیگرده متوجه میشه که به اون اهانت شده و با بهترین مردان خودش سواره کشتی میشن و به سمت سرزمین هوین میرن. اونجا هیلد به همراه هدایا از طرف هوین به ملاقات پدرش میره و از اون میخواد که از جنگ اجتناب کنه، ولی هوگنی از قبل مصمم بوده و به سرعت به سمت قلعه هوین حرکت میکنه. اونها به شدت می جنگن و افراد زیادی از نیروهای خودشون رو از دست میدن و زمانی که شب اونها به پایگاه های خودشون برمیگردن، هیلد به میدان نبرد میره و با انواع افسون و داروها افرادی که مردند رو شفا میده و اونها به زندگی برمیگردند. این یکی از مهمترین قابلیت های ولکایریا بوده که بتونن افرادی که با شرافت و شجاعت مردند رو به زندگی برگردونن. و پس از این اتفاق اودین تصمیم میگیره که هیلد رو به یکی از مهمترین از ولکایریای خودش تبدیل کنه و پس از این اتفاق نبردی که بین این دو نیرو رخ میده تا ابد و تا قیامت رگناروک ادامه پیدا میکنه و به یکی از زیباترین افسانه های اروپا تبدیل میشه. به این صورت که هر روز اونها به نبرد میرن و کشته میشن و شب دوباره به زندگی برمیگردن. هیلد هم یکی از محبوب ترین ولکایریا بوده و تأثیر اون رو میتونیم در داستانهای زیبای وارکرافت هم مشاهده کنیم. امیدوارم از این اپیزود لذت برده باشید. تا اپیزودی دیگر، خدا نگهدار.